میگم هر چقدرم که سفر خوش بگذره، اما روزای آخر دیگه آدم خسته میشه و دلش میخواد که برگرده به خونش. مخصوصا اینکه مثل ما نصفی از سفرش کمپینگی باشه و کلی وسایل که باید بشوره و تمیز کنه و بذاره سر جاش. اما برای من خونه معنی دیگه ای داره. خونه یعنی آرامش، جایی که امنه برام. منی که این همه کشورهای مختلف رو دیدم، میگم که هیچ جا مثل آلمان نمیشه. هیچ جا آرامش آلمان رو نداره. البته که برای همه کشورشون و شهرشون عزیزه و اونجا رو دوست دارن. اما میدونستی رویای من چیه؟ اینکه در یخچالم پر بشه از مگنت هایی که تو کشورهای مختلف خریدم که با نگاه کردن به اونها کلی ذوق کنم و خاطرات قشنگ سفر برام تداعی و زنده بشه. به به. اینم پسر خوشگلم اوتاناست که با تفنگی که از ایتالیا خریده داره کلی واسه خودش کیف میکنه. این بلیز خوشگلم هدیه دوست قشنگمه که برای تولدم خریده بود. بره سر جاش. چمدونای این سفر بسته شد و میرن که سفر دیگه ای رو دوباره آغاز کنن. من ندا هستم، آلمان زندگی میکنم و شما رو میبرم به کلی جاهای دیدنی. با من و استوری های من همراه باشین. آخیش قربون خونه خودم برم که هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه. قبول